فضل خدا نگاه بکنید. نهایت یک نماز در رمضان در مسجد الحرام 100,000 ضرب در 70 بکنید. از اونجایی که اماکن مقدسی که درش ثواب و حسنات افزایش پیدا میکنه برای همه بندگان خدا مقدور نیست، در نتیجه خداوند برکت زمانهای مبارک و صدها برابر چه؟ برکت مکانی افزایش داده و برکت زمانهای مقدس آورده تو روستاها، تو شهرها، در خونه ها، تک تک خونه ها. مثل روز جمعه، مثل شب جمعه، مثل ماه مبارک رمضان، زمان دیگه برده تو تک تک خونه ها. جهانیه، یک جا نیست. رمضان در تک تک خونه ها رو میزنه. من رمضانم، من آمدم، من با برکتم. اگه من آمدم و رد شدم به من اعتنایی نکردی دیگه تو رحم نمیشی. اون 3 تا آمینی که پیامبر وقتی که بالای منبر میرفت ادراج و پله های منبر رو میشمرد میگفت آمین، یکیش این بود: محروم باد از رحمت خدا کسی که رمضان بر او وارد بشه، معذور نباشه، مسافر نباشه، مریض نباشه، رمضان سپری بشه، رمضان سبب آمرزیدن او نشه. جبرائیل داره میگه. بعد جبرائیل میگه به من گفت بگو آمین، گفتم آمین. پس زمان مبارک و خداوند آورده چه؟ در خانه ها، در دسترس همه. کل رمضان برکته. هر فرضی 70 برابر، هر سنتی معادل فرض. بهترین صدقه چه؟ در رمضان هست. تا میرسیم همینجور، هرچی به آخر رمضان میرسیم خداوند بذل و بخششش بیشتر میشه. سبحان الله. یعنی دیگه خداوند تو شبهای آخر رمضان دیگه فقط میخواد ببخشه، کاری دیگه نداره. اون قدر بذل و بخششش زیاد میکنه که فقط میخواد دسته دسته آزاد بکنه، ببخشه با یک اشاره از تو، با یک اشاره از بنده که بگی یا رب، الهی و رازقی و خالقی. چی کسی در خونه تا آمده که ناامید برگشته؟ کدومی که از بندگانت به سوی تو فرار کرده تو تحویل دشمنش دادید؟ میگه منم امثال منه که قدر بکنی؟ کدوم بنده آمده به سوی خدا فرار کرده خدا تحویل ابلیسش داده گفته بگیرش من نمیخوامش؟ شده؟ که بندی به سوی خدا فرار بکنه خداوند تحویل دشمن بهش بده؟ نشده. حتی اونی که 99 نفر رو کشت تو قوم بنی اسرائیل، 99 نفر رو کشت، هل لی من توبه؟ قال لا، قال اذن اکمل 100. تو میتونی مانعه؟ اگر که توبه من قبول نمیشه خود هم نباشید. رفت پیش یک شیخی آگاه به خدا و رحم خدا که رحم خدا چقدر وسیعه، گفت هل لی من توبه؟ چه کسی میتونه مانع تو توبه تو باشه و رب تو باشه؟ ولی شرطش اینه که از این شهری که همه بدکارانن هجرت بکنی به شهری که اونجا همه خوبانن تا وسوسه خلاف دوباره نشید. من دیشبم گفتم کافیه که فقط دلت هوای خدا بکنه، کار تمامه. اعمال شاق زیادی نمیخواد، فقط این مسیر دلت عوض بشه. الها دلهای ما را از هر سو به سوی خودت باز بگردان، از این پراکندگی ما را نجات بده. واقعا دلمون پریشان و پراکنده است. کافیه که فقط دلت هوای خدا بکنه، بگی یا رب
الهی. چقدر راحت این تعبیر الهی، مال خودته. میدونی معنی الهی یعنی چی؟ یعنی خدای من، معبود من، عزیز من. از این دیگه راحت تر تو میتونی باشید الهی؟ خیلی وقتا همسرت هم حوصله ای تو رو نداره، همون که بهش میگی عزیزم. خستم خوابم گرفته، تو هیم میای بغل گوشم میگی عزیزم، برو با حوصله ندارم. حرفتو میپره تو حرفتو قطع میکنه. ولی کی خدا وقتی تو باش صحبت میکنی تو حرفت پریده، همش گوش میده. خداوندی که صاحب عرشه، وسع کرسیه السماوات والارض، کی تو حرف بندش پریده، حرفشو قطع کرده، همش گوش میده. اگه 1000 ساعت بگید الهی الهی همش گوش میده، نمیپره تو حرفت. سرم درد میکنه، خوابم گرفته، لا تأخذه سنة ولا نوم. الان بد موقع است، بعد تماس بگیر. الان مشغولم، الان خستم. شده؟ نشده.